توضیح راجع به این بخش جدید همستر بدم، ادامه تکمیلش کنم. اول از همه که بعد این بازی رو برین از گوگل پلی دانلود کنین و اینجا میایم واردش میشین. وقتی دانلود کردین اینجا گزینه استارت داره که شما میتونین مسابقه بدین و جام کسب کنین. حالا اینجا یه چیز مهمی که داره، شما تو این بخش میتونید 4 تا کلید هر روز دریافت کنین. کلیدها فکر کنم اینم یه بخشی مثل بخش تپ سواب داره که باید لایو زنده نگاه میکردین. اینم یه همچین چیزی اومده درست کرده. تقریبا شما باید چند دقیقه توی این قسمت باشین، یعنی توی این گیم باشین تو چند دقیقه و این گیم رو انجام بدین. شما باید حداقل کاری که میتونین بکنین اینا رو میتونین یعنی کتیزن ترکیب کنین، با هم دیگه کامبو کنین و بعد چند دقیقه حالا داخل این بودن و مسابقه دادن از طریق این ریس اینجا بهتون یه کد میده. کد رو شما کپی میکنین و همین سادگی و میایین اینجا داخل همستر کامبت. اینجا ازتون کد خواسته، کد رو اینجا پیست میکنین و این گزینه رو میزنین. الان همینجوری که مشاهده کنید من با همین کار یه دونه کلیداشو گرفتم. الان میخوام برای دومین کلید اقدام کنم. باید فکر کنم نزدیک 3-4 دقیقه 5 دقیقه توی این لایو، یعنی توی این بازیش باشین این لایو تپ سواب. حالا شما این کار رو انجام بدین، چون اوایلش شاید یه ذره باگ داشته باشه نشه، ولی خب میشه. یه ذره صبر میخواد، حتما صبر کنین و انجام بدین. انشالله که موفق باشین. ویدیوهای جدید رو براتون حتما میذارم.